نوروز نخستین جشنواره فیلم ایران در اسرائیل، پلی از جنس هنر میان دو ملت. جشنواره 2 روزه نوروز از روز دوشنبه 24 نوامبر در شهر سدرات، شهری مرزی در جنوب اسرائیل در حاشیه نوار غزه برگزار شد. برگزار کننده این جشنواره دانا سامح، زنی اسرائیلی با تبار ایرانی، محقق مستقل و فعال فرهنگی است. کنار خانم دانا سامح هستم. دانا هم پدر و مادرش ایرانی هستن ولی خودش اینجا دنیا اومده، به سختی فارسی حرف میزنه ولی عاشق فرهنگ ایرانه و تلاش میکنیم که چند کلمه ای رو از ایشون به فارسی گوش بدیم. دانا، چه احساسی داری امروز؟ اولیش هم میخوام بگم که تشکر که اومدید اینجا. ما این فستیوال ها را کردیم به خاطر که میخواستیم پولی بسازیم به مردم ایران، به مردم اسرائیل اینجا در شهر سدرات. در اقدامی تاریخی و نمادین، شهر سدرات میزبان رویدادی است که میکوشد فراتر از مرزهای سیاسی دریچه‌ای به سوی قلب و روح یک ملت بگشاید. این جشنواره که با شعار پلی فرهنگی بین ملت‌ها آغاز به کار کرد، بر پایه یک باور عمیق شکل گرفته است: اینکه هنر و به ویژه سینما قدرتی منحصر به فرد برای پیوند دادن انسان‌ها و نمایش حقایق پیچیده و زیبایی جوامع دارد. برگزار کنندگان با الهام از مفهوم باستانی نوروز که نماد امید، زایش دوباره و آغازین نو در فرهنگ ایرانی است، امیدوارند که این رویداد نیز نوید بخش فصلی جدید در روابط میان مردم دو کشور باشد. همانطور که نوروز تاریکی زمستان را کنار می‌زند، این جشنواره نیز تلاشی برای کنار زدن تعصبات و ایجاد گفتگویی معنادار از طریق زبان جهانی سینماست. ویژه از فرهنگ و امید و داستان، بانوان به مردان ارجمند، بخشندگان گرامی، شهروندان شهر شگرف سدرات و همچنین مردمان ایران که همکنون ما را در گزارشی زنده می‌نگرند. شما همسفران رویدادی تاریخ ساز هستید. نخستین جشن پرده‌نگاری ایرانی در سرزمین اسرائیل. همچون نام جشنواره نوروز که افزون بر آنکه سال نو پارسی است، در واژه معنای روز نو است. اینک این روز آغاز می شود، روزی که در آن می کوشیم دلهای ایرانی و اسرائیلی را به هم نزدیک کنیم، به پیوندی نیک و استوار میان دو مردم بیفزاییم. هسته اصلی این جشنواره نمایش 5 اثر سینمایی است که هر کدام نماینده ای از غنای هنری، نقد اجتماعی و جسارت سینماگران ایرانی هستند. فیلم های انتخاب شده ترکیبی از انیمیشن، درام های اجتماعی و تریل های سیاسی هستند. پرسپولیس، روایتی متفاوت و تکان دهنده از مرجان ساتراپی. این انیمیشن محصول 2007 فرانسه که بر اساس رمان گرافیکی ساخته شده، خاطرات او از دوران کودکی و نوجوانی در ایران پس از انقلاب و سپس مهاجرت به فرانسه را به تصویر می‌کشد. فروشنده، شاهکار اصغر فرهادی که دومین جایزه اسکار را برای سینمای ایران برمغان آورد. این درام پیچیده با بازی شهاب حسینی و ترانه علی دوستی، روایتگر فروپاشی اخلاقی در دل یک بحران خانوادگی است. قهرمان، این اثر دیگری از اصغر فرهادی که در شیراز فیلم برداری شده است. قهرمان داستانی اخلاقی و اجتماعی را روایت می کند که مرزهای باریک بین خیر و شر را به چیه خانم جدا شد؟ ماجرا چیه؟ رحیم بیا حداقل به من یکی راستشو بگو. شما دو تا خجالت نمیکشید؟ آدم اینقدر بی‌شرف. لولیتا خانی در تهران، فیلمی که خود ساختنش یک بیانیه سیاسی است، محصول مشترک ایتالیا و اسرائیل، به کارگردانی ایران ریکلیس و با بازی گلشیفته فراهانی، زر امیر ابراهیمی و مینا کاوانی است.
این فیلم اقتباسی از کتاب معروف آذر نفیسی است و روایتی از مقاومت خاموش زنان و اخراج اساتید در جریان انقلاب فرهنگی ایران را بازگو می‌کند. قربونت برم، همشون میدونن این کار غیر قانونی و خطرناکه. دانه انجیر معابد، جدیدترین و سیاسی‌ترین اثر این لیست، ساخته محمد رسولوف، یک درام دلهره آور که داستان ایمان، قاضی تحقیق دادگاه انقلاب را در میان اعتراضات 1401 زن زندگی آزادی و گم شدن اسلحه‌اش روایت می‌کند. مطمئنی می‌بینی یا دشمنی کسی اینا رو به دلقا می‌کنه؟ دشمن چیه بابا؟ جلوی چشام دوستامو کتک زدن گرفتنشون. ببین بابا، من میدونم که نقصایی وجود داره، ایراداتی وارده. این جشنواره فرصتی بی‌نظیر برای مخاطبان اسرائیلی است تا ایران را نه از دریچه اخبار سیاسی بلکه از نگاه هنرمندانی ببینند که با خلاقیت خود سنت و مدرنیته و درد و امید را در هم آمیختند. saçını